بچه‌ها به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امروز این ویدیو مهمون داریم مامانم که میخوان با چشم بسته زینب و سلام زینب و با چشم بسته میخوام آرایشش کنم. من مامانم نه آرایش کنم. نه من پس من شرکت نمی کنم. خدا نگهدار. نه اولویت آدم تو هر کاری مادرشه. احترام به بزرگتر واجبه. کی اول آرایش کنیم؟ زینب و اول آرایش کنیم. خب من چشمامو میبندم که زینب با چشم بسته آرایش خودم میبندم. نه من مامان من مادرم. بزرگتر من آرایش کنم سر تو کلا بذارم. ای مامان هیچ بچه سر مادرش کلا نمیذاره. شاید بچه سر مادرش کلا بذاره. گفتی بچه ولی هیچ مادری سر بچهش کلا نمیذاره. چرا اتفاقا ما مادرهای کلاهبردار زیاد به خدا مادرت هم زن بابا نیستم. اوی 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 آی اوی ایتور سانسور کن هر کی ببینه. خب برگرد کلتو برگردون. زدی به مادر. وایسا خب تو نگاه نکن لوازم آرایش‌ها رو نظر بده کدوم خوبه کدوم بده. هر چی که خودم من تو دستم جرزنی نمی‌کنی. حال نمی‌بینی واقعا؟ جونتو نمی‌بینم. بیوتی بلندر نیاوردی؟ نه. خب پس از انگشتانمون استفاده می‌کنم. نریزی دستم. نجوده باسم. چقدر سخته. اومد کرم باشه خیلی خب ما بذار موها تو صورته سوی هم صورت اول ما آها خب نبرقم تیکی قشنگ کاور بود زیاده صورته کاور میکنیم بیوتی بلندر نداری یوتیوب ایتس دماغ جوک داری یوتیوب ایتس جوک. خب به اندازه از کرم کانسیلر نزنم خب بچه این صداهای علیسانه. وایسا لایک کن. چرا لایک نکردی؟ آفرین. برو بقیه ویدیو رو ببین. برو. من کانسیلر کردم. کانسیلر گذاشت نکنید. نه من کانسیلر خط قرمزمه. یه بیوتی بلندر رو باید بدم. نمیخوام من چشم میبینم که بیوتی بلندر ببینم. این بیوتی بلندر بیا. اینجاش باید بزنیم بیا. خب وایسا. تخصدم. بی باشه خب به من بده من بزن. خودم. ای تو داری جرزنی میکنی. او زیاد اومد. بسته زیاد اومد. بسته زیاد اومد. واقعا زیاد اومد. تو دروغ زیاد میگی. مامان خیلی زیاد اومد. چشمت خوب. یا نکن خودم من این خودم وایسا فکر کنی مادر نابینا. خب من نمیخوام چشم دیدم وایسا دست بردم. آها اوکی اول مامان چشم ما برسه کانسیلر. خب دماغم بودون. نداره اینجا باید هایلایت چه دیگه. تخم چشم نره. تو دقیقا چشم میزنی. با چشم درد گرفت خیلی محکم بسته خودتو لعنتت کنه. آی این چشم دیگه این چشم میشه این زیر. بچه غلطی کردم من به ما تو ویدیو بگیرم. خوبه بذار فیدش کنم. من این عذاب بده من ما پیشونیمه. خب وایسا آدم مادرشو میزنه. الان دادم خدا میزنه. وایسا این چشه خوب ندارم. این چش نیست این دوپه. آها در موقع It's joke. It's joke. خب بسته
حالا میریم سراغ سایه. بچه ما چون نشونه میدیم قبل کنشم زنه نگاه نکن دیگه چی کار میخوام بکنم. دیو اول من ببینم یه سایه آورم برای سال 42 رنگایی داره سمی. خب بیا حداقل با براش بزن. نه من فقط میتونم با انگشت. بیشتر پایین‌تر. نه اون برام پایین‌تر. بس خیلی سریع. احساس میکنم که خیلی رنگ شیکی دارم. این چشته این باشم. بایستا دیگه. داری کورم میکنی. خب حالا بریم سراغ هایلایتر. نه نمیخوام نه خط چشم با مداد نه بردم. اگه برداری نمیذارم آرایشم کنی. بده من. پدرشون. آره همین. ماما این نمیره. ماما بو داره لوازم آرایش؟ اون مال خودم هر کسی میدونه وسیله شخصی چیکار میکنه باهاش چه داره. ماما این نمیره. این نکشی ها. ماما تولد داره. ماما داری افزاکه؟ یه چشتو کشیدم اینها چشمت بود. دیگه انقدر میدونم اینها این چشه. تو راست هدف بگی چپا بداری نکن خیلی داری میکشی. کم رنگ این اینقدر غور نزن زشت میشی. مطمئنی کم رنگی میشی. ریمل نبردم خدا رو شکر نه. مهدی ریمل نه آها بایستا هایلایتر ندارم بدم چرا ریمل ای؟ آره این ریمل باید باشه اگه شده نه باشه چرا ببینم وسیله شخصی میشه هایلایتر میخوام که تیر بزنم این هم باشه کرمه زینب هایلایتر نیاوردم؟ نه چرا آورده بودم؟ زینب هایلایتر تو برداشتی؟ نه اگه برداشتی بگو خدا سنگت میکنم. ماما نه دهن تو باکن دهن برداشت پیکان نکرده باشی این باسی داره. خب بذارم کنار که قاطی نشه. بابا نمیخواه برو صحبت بعدی. برو روشگونه نزدی هنو فکس کار نداری. حالا دارم باید چیکار میز کو میگم نیاوردی. حواست باشه چون که من واسه تو چیز نزدم خب من اینو میخوام درش بود ببین چون من واسه تو ایجالا بسم الله الرحمن بخند دست از تاثیر داره خنده من. آره اونت اینجاست درش بسته نه اونه این گونه ما دستم داری رو گونه بعد اون میزنی چی کار میکنی؟ وایسا دماغاتو میخوام هایلایت کنم با همین هایلایت کانتور بی جلو اینا کانتور این ور کردم آره الان هیچ دماغ قلمی زاویه فکت بذار بزنم من نمیخوام. خب بذارم رو پیشونی بذارم که فکر شه. خب تمام حالا میرم سراغ خط لب من خودم نمیبینم خودم رو اینا خودم که هرچه
اینها هایلایتر. نه اون هایلایتر نی، اون کانتوره. درسته همینو خواستم بگیم تو کانتور. الان قهوه‌شه. ماما شستن اینه. ماما اینجوری کانتور کردی. ماما مواد زیادی کانتور کردی ماما. وایسا. این برشه سفیدش این بره. ماما میشکنی. ماما حرف نزن مال خودم میخوام بشکنم. بعد خب این هست این. کیسه بود. وایسا پیداش کنم. منم بدم به دماغ کسی بالا دست بزنم، مجبورم کردی. هیچ اجباری نیست. لبت کو؟ نه لبم. دهنت ببرم. نمیگی چیکار کردی من دارم چیز میکشم، تخصصی میذارم. چقدر لب داری؟ وایستا. تایم تمام شد. نه خیر رژ لبت تایم تموم شد. رژ لبت مونده. وایستا. تایمی کجا بود؟ اون مادرتم هر چقدر دلم بخواد میتونم اورش کنم. حتی یه وقت من نرسه. این رنگو نزن. نه این خیلی فکر کنم رنگ قشنگی. مات خوب. دهنت کو؟ خب اون کن؟ میگه بچونه بی جلو. خط لب مواد دیگه. کو دهنت کو؟ دهنت ببر تنبیه میشه. نکن خراب میشه. وایسا تایم تموم نشده هنوز. وای من همه دارم نیدم. وای چرا میزنیم؟ درد بیار. نچه چقدر قشنگ، چقدر خوشگل. بری واسه نوبت بزن بریم بعدی. قشنگ شد. برو از نزدیک ببیننت بچه‌ها. خب دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور مامان جان. به این قشنگی آرایشت کردم. اصلش به این بودش که تو میشستی الان با اون میکاپ شیکی که من کردم کارت انجام بچه 4 دست صورتم شستم، اینجوری هی می‌زدم می‌شستم، بعد دستم مرتوب پاک اصلا هرچی شدم نمیره. بعد اینجا یه ذره علامت قرمزی روژه هستن چون 24 ساعته بود که من میکاپ آرتیستم. روژه 24 ساعته میارم واسه میکاپ. بعد اینجا میزنم، بعد از بچه‌ها اینجا میزنم. زینب به خدا اگر که بزنی این گونه‌شه گوشم بعد آرایشم بکنی بخوای تلافی بکنی یه بلای سرت میارم. همینا من میتونم بدی یه جلو چشمتو یه جوری میبندم که 100 سال جلوتو نبینی. ساعت بیا پایین. بیا پایین. این داره تلافی میکنه. بیا پایین ببینم. میبینی؟ مامان دماغم داره له میشه. نه دماغ مهمه. میگه میبینم ببینم نمیگم. ببینم نمیگی؟ به قرآن نمیگم. مامان به قرآن نمیگم. راستشو بگو. به قرآن. بگو 14 معصوم قسم. 14 معصوم قسم. خب بیا. خوشیست بعدی خود صورتت کنم. باشه شانم دیدم. باشه چشم واقعا درد میگیره. بیا اینا لغزارشه. بفهمید. وایسا یه چیزی افتاده انگار. به من انقدر خوب آرایش میکنن. این همه صورتته؟ نه این صورت هم سیاست. نریزی روی لباسم کم بس اوف این اصلا نیومده. حس میکنم که نیومده. اصلا نیومده. عدس چکید زیاد بود. تبلیغ میشه سانسور. وایسا من بریزم کنم ترشه. بس زینب چه خبره؟ اوف صورتت بود. به چشمش هم نظر چشمم بفولت میکنم. داری میبینی؟ نه اینجا بدم به صورت دیگه دست بزنم. بیشو کسی هم من کسی هم گوشم نمیگیری. مادرت هم به کسی دست بزنم.
اوی تو ابرو هم نیا دیگه. ابرو یه کنی بیجوری ابروه. حرف نزن. دست نزن رو شالم لک. نه دستم بوداه. دست همسایه بغلی هم صورتش کرومیش بود. بعدش به صورت کسی دست. ای نمانی جایی. چی میخواد بگو من بهت بدم. مرسی خودم پیدا میکنم. سری رده مشکل نداشتم. اصلا هر کانسیلری که مامانم بعد این ویدیو ببینه زده رو سیکته میکنه. نه من به این کانسیلر حساسیت دارم. به من بانانه. بسه اصلا نه به خدا یه عالم از اینها ببینید. نه خیلی زیاده دیگه سنگ بند نمیشه. دقیقا سنگ بند نشده. اسم مجامم کرمیه. این چه سگ تو رود بدوه. این چه چته؟ تخمه شده تخمه یا اول فرس. زهره تخمه چشممه. کجاته؟ آی چشم. انگوشت تو چشمه. زهره انگوشت تو چشمه. انگوشت نداره انگوشته. آی زود باش ببینم. تو بارش چشم. ببین من به مداد حساسیت دارم. خوبه دیگه براشه دیگه. این براش جفتش براشه. این براش نیست این براشه. نه براش. خب مداد این مداد لبه فکر کنم. خب معلومه دیگه کلوفتره. خیلی کلوفته دیگه. مداد بینیه کم تو. مامان چشو برداشتی؟ نه والا. چشت کو؟ بچه اینجا ته چششه. من حتی جایی دست ندارم خونده من دست جوامون. خب اینا هم اینجا ته چشمه. ماما نکن. آخه میترسم کورم کنی و اول. ته چششه؟ من دارم میبینم خدا زنده کور میشم. آره مامو شدم. خوبه حالا این چشم. حالا این چشم. حالا کشید کنیم. آره که کشید. چشمه دیگه. انقدر درشت شهلاس اصلا کنم کنیم. اوه بسته. بچه خدا وکیلی خط چشم هم بهتر نکشتم. مامانم تو ابروام کشته بود. مامان یه چیزی داری میگه بچه. من حس میکنم. لبت رو داری میبینی؟ نه من حس میکنم. لبم؟ اینها. لبته. بابا دادم که بدون خط مرز کجاست. خوبه دیگه. لب بهومه. بهتر شد. بچه خدا وکیلی نظرتون تو کامنت ها بگید. چی میخوای؟ کی بهتر چیز کرد. یه چیز داشتیم کلونده بود. براش چه روشونه خب چی میخوای؟ خود روشونه؟ بچه ششم داره کلون میشه. خود روشونه؟ و این اشتباهه؟ آره هم نه درست باید بده بدم بیرون. نخونم شکستیش خوب. این گونه است. اینو میگیریم امتدادش اینجا. گوشمه ها. گونه؟ ماما نکن! این گونه این لبته. گونه هم عزیزم. ماما نکن از این دماغشه. خب بچه این گونهشه. این گونه رو میریم امتدادش اینجا. رفت زینب قشنگ رو موهام روی گونه زدی. اشکال نداره فیل میشه. با چی؟ نمیدونم. بیچ بده من نمیدونم. نه وقتی تو ریمه رو نمیذاری برمی قایم میکنی من بیچ بدم. چی میخوای بگو دیگه؟ بابا روشگونه بیا. این روشگونه خودم من تا صبح بگرد. اون تو برداشتی اونو. نه اگه واقعا برداشتی خرید. اگه برداشته باشی به قرآن تو چقدر بی‌تربیتی. اگه برداشته باشی باعث چیز خانواده هایی چیزشون
ببین من آرایش کردم 2 ساعت هم نمی‌بینم. مامان شاید توی پارت قبلی خوردیش تو. مامان روزونه نمیدونم چیه. جلو ابرو اصلا ابدا. چون من ندادم تو هم حق نداری بزنی. کور میشم آخه. اینم بغل کن بشه بدونم کجاست. تایم تموم شد. به نفع تایمی نیست. چطور واسه من تایمیه؟ 3 من چون تو پارت من هیچ آرایش نکردم. ابرو بزنم. میگه هیچ آرایش نکردم. مامان براش ابرو رو نفع دیگه بدی ولی ما این براش میزنم. بیا سگ خورد. دیدی گفتم روزمون نداشتی. درشو بردارم خب. روزمون خود نداره که حالا براش روزمونه کو باشید جایی که گفت یادتون باشه اینجا. بیا من 2 تا کار رو بهش یاد دادم، بهش دادم دستش خودش هم دست بردم. بسته این خیلی قرمزه. نکن گونات کو دوباره به مرحله کنیم. نکن فوت کنی دوباره میزنم. بشه این دوباره اون هست. خب برگردیم بس اون خانمه که رفت بودم بشه اینجوری کن. تو که نیدیم هیچی افتاد. هیچی بهت دور کنم بره. چرا میزنی آدر تو؟ نمیزنم دارم سعی کنم براش ایه چرا چرا خب باشه تمام برگرد تمام کرد. چی میخوای دیگه؟ بسته دیگه همه چی مالیدیم. براش ابرو آره برداشتم نمیدم چون که من نزدم تو هم حق بده من اول من میزنم بعد تو نمیدی ده خوب ناخون نیست. اون ناخون نیست. ابروات کن خودم شروع میکنم تو خودم شروع میکنم نداریم مثل قرده این ابروات نبود دیگه نکن باید بده بشونه رو. من اگر که این کاری که تو دارم تمام شد ابرواتی بدون برس میزنم. زینب بمیزن تو چشم چارم وسطش هم داری میاری بالا. بسته مهمی بسته بیمه نمیخواد تمام. نه کانتور زدی. کانتور زدی. آقا تمام. نکن چشم داره میسوزه یه چیزی رفته تو چشم. بسته نمیدونم ماما مگه 2 ساله ای بسته بابا این سایه رو نمیتونی پیدا کنی. یه کانتور رو نمیتونی پیدا کنی. همه چی رو برداشته. کجا برداشتم؟ میری میبینی بو کردن داره دیگه. این سر کانتورشه. خیلی زیاد با کردی میشکنه. خوبه بسته خوبه. کجا میکشه؟ جاده یک طرفه خود به نفع دیگه تکون نخوری. چشم بستم حواسم هم. زینب دماغ من کج کله کردی. دماغت کجه من چی؟ اینو فقط روی میزنن یه ذره با دست میکشن که فیض شه. زینب دیگه سفیده که همه جا نباید بزنی. دلم خواست. دست زدم. تو مگه داری میبینی؟ دارم حس میکنم تو بلند کردی چی حس میکنی؟ صدای دم دادن تو. دماغمو گرفتم. آره دماغ گرفتم. من حس میکنم. زدی روش زدی. میخوام دوباره بزنم. خیلی خوب دیگه. گرم چرخت دور گرگان. دور گردان. خواهم ما خور. مامان این توه. زینب این رو جلوه است که خواهی خرید خیلی دوستش دارم تا اون میشه. هسته. داری عقده باز دیگه در میاری. تمام. والله خیلی خوشگل ترارش. حالا بچه میده به